تو هم هنوز بلد نیستی فایر بزنی و هیپ فایرات نمیخوره، پس این ویدیو رو واسه خودت درست کردم مشتی. پس این ویدیو رو حتما تا آخر ببین. سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. من امیر سینسترم و امروز اومدیم با یک آموزش خیلی خفن در مورد هیپ فایر. ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و یک کامنت واسم بذار که پر انرژی بریم واسه آموزش‌های بعدی. خب برابر هیپ فایر از 3 تا بخش خیلی مهم تشکیل شده که تا آخر این ویدیو هر 3 تاشو یه جوری بهتون توضیح میدم که هر کی هیپ فایر بزنید پشماش بریزه و بهتون بگه یوز پلیری. خب دوستان، بخش اول هیپ فایر میرسه به اتچمنت. شما برای اینکه هیپ فایراتون خیلی بهتر دقیق‌تر بخوره باید اتچمنت مناسب و گان مناسب برای هیپ فایر داشته باشید. 3 تا از بهترین گانا واسه هیپ فایر HDR، دومی DLQ33 و سومی میرسه به LW3 توندرا. دوستان اتچمنت هایی که واسهتون گذاشتم و بچینین، واقعا اتچمنت هایی گذاشتم هیپ فایراشون به شدت خوبه و معرکه هیپ فایراش همونطور که در هایلایت اول ویدیو دیدین HDRش واقعا معجزه. یعنی شما اگه با HDR بتونین موومنتاتون خوب باشه به شدت هیپ فایراش دقیق و حتی از ایمتون میتونم بگم نومیستر میخوره HDR. دوستان بخش دوم هیپ فایر میرسه به فلیک شات و یا نکات هیپ فایر. دوستان نکته که باید بدونین در مورد اینه که وقتی که میخواین شات رو به سمت انمی رها کنین باید صفتون رو خیلی فاصله کم اما سریع به سمت انمی بچرخونین. زمانی هم که تیر رو ول میکنین باید صفتون رو به سمت بالا حرکت بدید. دوستان این نکته که بهتون گفتم اصلی ترین بخش برای هیپ فایره. نکته سوم میرسه به این 4 تا خط سفیدی که وسط تصویر دارید میبینید. دوستان این 4 تا خط سفید زمانی که میدوینی و یا اسلاید میزنید، وقتی میدوین کلا محو میشه، اما زمانی که اسلاید میزنین فاصلش خیلی از هم بیشتر میشه و این 4 تا خط مسئولیتش محدوده هیپ فایر زدن شما. زمانی که شما وایساده این همینطور که میبینید فاصلش خیلی کمه و محدوده ای که تیرتون رها میشه خیلی کمتره و احتمال این که به انمی بخوره خیلی بیشتره. اما زمانی که اسلاید میزنید به شدت از هم فاصلش بیشتر میشه و تیری که رها میشه احتمالی که بخوره خیلی کمتره. زمانی که میدوینم که کلا محو میشه 4 تا خط سفید وسط. پس بهترین حالت هیپ فایر زدن زمانی که شما جامپ میزنید. دوستان زمانی که جامپ میزنید به شدت هیپ فایر رو درصد خوردنش بیشتر میشه و اگر فلیک شات حتما بزنید و اتچمنت هایی که روی گانتون میزنید، اتچمنت هایی که خودم بهتون داده باشم باشه، احتمال این که هیپ فایراتون به انمی بخوره از دفعات قبلی که شما هیپ فایر میزدید به شدت بالاتر. ویدیو رو لایک کنین، یه کامنت برای من بذارین، کانالم سابسکرایب کنین که به شدت به من انرژی میده و بهم کمک میکنه تا دیده بشن. ویدیو بعدم اصلا از دست ندید. خدا نگهدار.